سلام تک تک شما میکسر آرمی ها، خوش اومدین به این ویدیو. موضوع این ویدیو اینه که مثلا این گانه رو میبینین، این گانه مجانی رایگانه و خب راحت میتونین مثلا تو کنارش جمع کنین. مثلا من 82 تاشو فعلا دارم، حالا ایشالله همتون میگیرین. ولی الان چیزی که الان میخوایم اینه که الان میخوایم بریم این گانه رو یه تست گان بدیم و بعد بیایم. راستی اینجا من یه 5 تا اینا دارم، اینا سیکرت کش فکر کنم بهش میگن. اینا رو من بزنم بعد بریم سراغ ادامه ویدیو. خب ببینیم. بله ماشاءالله، ببین چقدر شانس ما خوبه. 4 تا اینا که به هیچ درد اونم نمیخوره دادم بمون. خب حالا در هر حالت خب ببینین الان اولین قدم میخوایم بریم یه تستش بکنیم. اگه ببینیم گانه خیلی خوبی هم هست خب بریم ببینیم. اصلا من تو بتل تستش میکنم، مثلا تو اینجاش. خب میریم یه تستش میکنیم. بزنیم رکورده. آره رکورد. خب ببینین میرم یه تستش میکنم، بعد آخر سر به همه چیزش یه نمره هم میدم. خب این اول یه گانسپکشن براتون بزنم. به 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 به، خدایی خیلی جالبه این شیره. خب این روح چیه؟ این جن نمیدونم، همین قوله وقتی میاد بیرون این دهنشو باز میکنه. حالا ببینین یقت، ها ببینین دهنشو باز میکنه. خب بزنین یه ذره بات اضافه کنم. آها خب من اینو قبلا به خاطر همین خریدم. یه بار قبلا تستش کرده بودم، خودم تستش نکرده بودم، ویدیوشو گرفته بودم بعد نشده بود ویدیوش بعد شده بود و وسطش فهمیدم میکروفونم خاموش شده و نشده و اینا و اینا. اگر حالا براتون بزنینم اینا براتون یکشونه، مثلا اینو مثلا بزنینم، اینو مثلا خب اینو براتون براتون میزنم، یا اینو مثلا نمیدونم، مثلا یکشون براتون فریم میزنم که مثلا دقیق ببینین صحنه های و ایناشو، ببینین که چجوریه. خدای خیلی گانش سرعتش خیلی بالاست و خب لگد هم نداره، یعنی اصلا تکون نمیخوره. منم یه بار تست کردم و با 4 تا تیر یارو رو میکشه. خب اینه مثلا این مثلا یک. خب دیدین؟ مثلا نه. خب این مثلا اینا نمیدونم، یه بار من قبلش تست کردم با 4 تا تیر کشتش. حالا نمیدونم، حالا شاید اشتباه تست کردم. خب بریم دیگه تو بخش مولتی تستش بکنیم، ویدیو رو تموم کنیم. خب از بتل بیام بیرون و خب راستی یه چیزی هم یادم رفت بهتون بگم، ببخشین این چند روز انقدر کم ویدیو گذاشتم. خب الان امروز دیگه میخوام جبران کنم براتون، چون چند روز خیلی کم ویدیو گذاشتم. میخوام الان براتون اینجا میخوام براتون جبران کنم دیگه. معذرت میخوام. امروز میخوام اگه تونستم یه دونه ویدیو لاین که همینه که دارین میبینین، یه 2 تا ویدیو شورت بگیرم که خب آره دیگه بگیرم. خب بریم تو کارش. این مپش هم مپ خوبیه. خدایی من عاشق این گانسپکشنه شدم. اگه دقت کنین اینجوری دهنشو واز میکنه، یه قولی چیزه میاد بیرون. من اون شکل این چه اینجوریه؟ حالا منم اینا مدل جدیدشو آوردم، اینو تا حالا نرفته بودم خودم. خیلی کیل افکتش باحاله. لاشی کش من. خب ببینین اینو اینجوری میکنیم، اینجوری سریع میره. ای بابا، ها دیدین کشتمش. من خودم نکشتمش. مثلا یه بار 2 تا، یه بار یه دونه است. تهش من نمیفهمم این یه دونه است یا 2 تا. شهر عجیبیه. ای بابا این هی من میکشه.
ببین اونم همون آریو اسر داره، فقط از اون لجند نیست. یعنی هر دو تا گانمون تقریبا یکیه، فقط مال اون لجند نیست. خب بذاریم ببینم چه باحاله این چی بود دستش گرفته. ای بابا ببینیم به همین دلیله که من تو تامنیلام همیشه می‌نویسم نوبی در کال آف موبایل، به خاطر همین مثلا به کسی بر نخوره. مثلا من میگم آریو اس، شاید خیلی بگم مثلا نوب سگ اومده داره کال آف بازی میکنه، چی میگه ما این لولمون 300 این بهتریم. آره دیگه شما معلومه گیم زدن تو هم بهتره. من اصلا یه سالم نیست دارم کال آف بازی میکنه. مثلا یه جوری مثل فیزیکس مثلا همینجوری اومده مثلا ویدیوشو گرفته یه ویوی بخوره ببیننش اینا، یه همچین حسی داشته باشین دیگه. بالاخره اسمش مثلا این آریو اس دیگه، من همشون آریو اس دیگه. و خب اگه مثلا نوبی در کال آف موبایل 2 منو ندیدین حتما بریم ببینینش. خیلی اصلا سر ادیتش مثلا یه عالمه زحمت کشیدم، مثلا نمیشد، اصلا به زور من آپلودش کردم. یه چیزم که من تو آپلود کردن ویدیو فهمیدم اینه که باید حجمشو کم کنی، بذاری یه چند مگش که رفت بعد فیلتر شکنو خاموش کنی، اینجوری سریع آپلود میشه. ام فور داره حاجی، من انقدر ام فور لجندو دوست دارم. من اصلا گان لجنده مورد علاقمه که خب هی فعلا نگرفتمش، حالا ایشالله بعدا میبینیمش. چه دستم روی ببینم خدایی اصلا میبینید چقدر قشنگه گانیس پکشنش. خدایی این چی دارین دست من گانشه سرعت اونم زیاده، حال میده. الله اینجوری پروازم میکنه. به 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 به، ببین چقدر باحال. خدایی اینم که هم کولف لژنده جی 354 نمیدونم راستش جی داشت توش، حالا عدده رو نمیدونم دقیقا چیه، ولی خب خدای خیلی باحاله، ولی خب نمیارزه. من خودم اون وقتی گرفتمش یه چند بار همینجوری تستی برداشتمش یه ذره بازی کردم همینجوری 48 کیل گرفته. اصلا چه این انقدر یه جوری کیل میگیرن آخه، چه خبره یعنی؟ ای نمیبینین اگه به سرش دقت کنین سرش مثلا یه حالت بنفشی طور میشه. خب ببینین کلن گانه خیلی قشنگیه، یه تم ایرانی طور داره. وای ببینین وای این بسن که رو صفحه دارم، ببینین خدایی ببینین وای حاجی من اینو خیلی دوستش دارم. یعنی اگه خدا یعنی باور کنین شانس ما رو اصلا الله اکبر اصلا گیرم نمیومد. خدایی بهتر نبود که گیرم بیاد بعد همون موقع تموم شه گیم. خب آره دیگه بزن اصلا رکوردم اصلا ببینید یکی از فوبیام شده. یا اصلا یه بار یه ویدیو گرفتم بعد اینجوری نشد دیگه، الان دیگه چیز شدم. خب خب حالا میرسیم به نمره دهی و ایناش. خب بذار بریم تو گیم ببینیم. خب یکم صبر میکنیم. خب اوکی زنم همین اوکی همین گونه
خب ببین اولا قدر من میخوام به گان اسپکشنش نمره بدم. خیلی کلا گان اسپکشنش خدای خیلی باله، ولی این قوله میبینین میاد بیرونی شکلش یه جوریه، به خاطر همینم بهش 8 میدم از 10. خب به قیافش کلا یه تم ایرانی طوره، یه حالت سنتی و اینا داره، بهش دیگه نمیخوام خیلی زیاد بدم، میدم 9. به کیل افکتش یعنی من 10 از 10 ندم چیکار کنم؟ به چی بدم آخه؟ کلا خیلی گان قشنگه، بهش کلا اگه اینا رو با هم قاطی کنن که میشه 9 دیگه، ولی چون سرعت زیادی داره، دمیج بالایی هم داره، بهش همون 10 رو میدم دیگه، چون گانش هم دیگه مجانیه دیگه، نمیتونم بگم من مثلا این همه پول خرجش کردم حقمه مثلا یه گان قشنگ داشته باشم. من قبلش دیده بودم یه اسکوپش فرق میکرد، حالا احتمالا یه اشتباهی چیزی پیش اومده. ببینین یه ذره اگه دقت کنین صداشو باز کن، یه ذره بیشتر صداشو براتون باز کنم. خب این در همین حد ببینید خیلی خدایی صداش قشنگه. احمد لجند واقعا راست میگفت. حالا امیدواریم زود برگرده بیشتر از این فکت و اینا در مورد این گانه برامون بگه که حالا انشالله یه چند وقت دیگه برگرده. ولی خدایی ببینیم یه دقیقه نگاه کنیم، نگاه کنیم که این افکتشو نگاه کنیم. صدای رفتنش خیلی باله، نگاه خیلی باله. از یه دوتا هم با این بزنم. اینه من قبلا فکرشو میکردم کیل فکر نداره، ولی دم داره. دمشون گرم. دیدی نوارش اصلا گوشتم هیچ نزد بعد فکر کنم که همون 4 تا تیر بکشده، شاید اون یکی مثلا کج رفته یا مثلا با 4-5 تا تیر قشنگ یا رو میکشه. کلا خیلی گانه قشنگه. اصلا اینقدر من دارم با این گانه حال میکنم که اصلا نگو. حالا خدا کنه زودترم فور لژندرم، حالا یه 4 سیزن دیگه میگیریم. من نمیدونم، من به این فوبیا گرفتم، من اینو باید تا اینجوری بزنم. بعدن یکم ویدیو طولانی میشه و خب الان میخوام یه مدل های مختلف و طرح و اینای مختلفش هم بهتون نشون بدم. خب این دیگه صدا خدای دیگه نمیخواد دیگه، من صداشو میبندم. خب ببینین این خیلی باحاله، خیلی قشنگه. من اولش بودم اسکوپش یه چیز دیگه بود، حالا انگار نمیدونم حالا اشتباهی چیزی شده. نگاه کنین این شکلیه. خب بعد وقتی گلدش میکنین نگاه اینجاش تغییر میکنه، حالا بعدم بهتون نشون میدم تو ادیت و اینا. خب ببینین اینجوری نگاه کن، این تیکش تغییر میکنه، این طرف و ایناش ازار انگار یه سیس طلایی تر میگیره، مدلش جوری میشه. این سیلور نمیدونم پلاتینیوم اینجا نوشته، بهش نمیاد. دوماس هم نه، دایموندم نه. کلا این گانه رایگانی که اومدن دوماس و دایموند و نه دایموند و اینا بهشون نمیاد. اینا هم مدل های جدیدشه، اینا من سریع براتون میزنم که زیاد سر این ویدیو خسته نشین. و خدای واقعا اگه ویدیو قبلی منو ندیدین بریم ببینین، خدای خیلی ویدیو قشنگی شد، سرشم خیلی زحمت کشیدم دیگه. اگه رفتین دیدین که خب دمتون گرم، ندیدینم اصلا اشکال نداره، فدا سرتون. اینم مدل جدید. خب کلا گانه اوکیه، ایشالله هممون یا این سیزن یا سیزن بعدی میگیریم.
دمتون گرم. بزنیم براتون یه دونه دنس بزنم. کدومو بزنم؟ بزنیم اینو میزنم. اینو من نمیدونم راستیاتش چی شد. کالاف بهم سی پی داد، نمیدونم راستیاتش. سی پی گرفتم یه دور گردونه زدم، اینو بهم داده و با یه دونه نایف. که خب حالا بزن نایفش هم یه دفعه بدون نشون بدم دیگه. حالا تا اینجای ویدیو رو دیدین دمتونم گرم. این تو این بود فکر کنم. نه این نبود. این چیز بود. این اینجا بود. بذار ببینم. آها این بود نایفه. نه این بود. کوبه این فکر کنم همین بود. این بود. این بود. داره ببینین اینو داد بهم که خب دیگه دم کالاف گرم. و خب اصلا دم کالاف گرم چی؟ دم شما گرم که تا آخر این ویدیو دیدین. اصلا اینقدر اصلا شما ماهین. اصلا خب یه دنس دیگه هم براتون بزنم. اصلا فدا سرتون. اصلا قربونتون برم. من اینقدر ویدیو رو میبینین. دمتون گرم. و خب بزن یه دفعه دنسش تموم شه تا خداحافظی هم بکنم. خب دنسش رو تموم کنم. خب دمتون گرم. خداحافظ.